اگر دوست دارین خدای نکرده دستتون پاتون هر جایی حالا دچار زخم شد و خونریزی حتی داشت، مستقیم بریزن. مستقیم این پودر شدهش که حالا جوشوندین و پودرش کردین، پودر پوسته تخم مرغ رو میتونین روی زخم همین جوری بپاشین یه مقدار. بله این به سرعت زخم رو التیام میده، درسته؟ بله. اکثر جنگجوهای قدیم خب یک کیسه‌ای داشتن همراهشون به نام حابس دم، خشک کننده خون. با شمشیر، با نیزه، با هر وسیله‌ای که زخمی می‌شدن از این حابس دم می‌ریختن روش. خیلی به سرعت ورم رو کاهش میده. اگه بریدگی حتی عمیق هم باشه باعث میشه که چسبندگی دو طرف جراحت خیلی زودتر اتفاق بیفته. اگر همینو بگذارین بسوزه ولی نه اینکه خاکستر بشه، به اون رمادیت نرسه، همین که زغال شد زغالش رو یه مقدار به پنبه آغشته کنن، داخل بینی بگذارن، شدیدترین خونریزی هایی که حتی از پرده های مغز باشه بله خشکی میکنه. چقدر خواص. یعنی ببینیم برای بارداری مفید، نمیدونم برای اینکه زخممون رو التیام بدیم مفید، برای ورزشکارا مفید، نمیدونم برای اونایی که خونریزی بینی دارن مفید. اصلا اینقدر خواص اصلا خونریزی از هر جای دیگه، هر جایی بله. همش عالیه. برای اگزما، برای بیماری های پوستی، برای پسوریازیس هم بسیار بله مفیده. بله. برای بیماری صدف هم یکی از بهترین، بی اقرار که یکی از بهترین داروهای طب سنتیه. یعنی اینو به صورت حالا ضماد استفاده میکنن، درسته؟ یا ضماد یا میمالن. یا هر چه پانسمانش بکنن یا رو خود عارضه بمالن. که یک واحد شما عسل میگیرین، یک واحد سرکه میگیرین، تقریبا یک واحد هم که نصف این دوتا باشه از خود پوسته تخم مرغ آسیاب شده. بسیار. که ولی حتما باید شستش ابتدا، بعد از شستن تو آب خیس بخوره، بعد از خیس خوردن حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه جوشیده بشه با حرارت کم و بعد به اصطلاح صافش کنین و آماده مصرفه.